توحید در محبت. حقیقتا از ما و شما کلگی سوال شه که یا جناب مسلمان صاحب الله را زیاد دوست داری یا خانمت یا پدر و مادرت؟ والله ملا صاحب الله را زیاد دوست دارم، اما به خانهش رفتن نمیتونم، از امرش اطاعت کردن نمیتونم، به دشمنش دشمنی کردن نمیتونم، به دوستش دوستی کردن نمیتونم. این محبت دروغ است یا راست است؟ الله جل شأنه در نص صریح قرآن برای ما فتوای قطعی و ابدالابدی میده که تا زمان الله و رسول را از خود و خانواده خود و خویشاوندان خود و تجارت خود و اموال و اسباب خود پیشتر دوست نداشته باشین، شما در درجه فسق قرار دارین و منتظر عذاب الله باشین. سوره توبه آیت 24 برای ما بیان میکنه. من چگونه الله را دوست دارم که از امر او اطاعت کرده نمیتونم؟ خانم خود زیاد دوست دارم، 15 ساعت روز برش کار میکنم، 6 ساعتم شب داخل بغرش خورخورک میکنم، همراهش خواب هستم. برای عبادت رب خود نیم ساعت تهجد خونده نمیتونم، نیم ساعت تلاوت کلام او کرده نمیتونم، 10 آیت از کلام او به ترجمه و تفسیر نمیدانم. رسول الله که 23 سال زندگی را با جگرخونی و قربانی ها و رشادت ها تیر کرد و نیم شب نماز میخون پاهایش ورم میکرد و ریش مبارک تر میشد، اشک میریخت و دستای خود در نیمه های شب بلند میکرد. اللهم اغفر امتی، هی الله امت گناهکارم را ببخش و مغفرت بکو. ای امت آیا به محبت فیسبوک شو خوابش میبره؟ به محبت گیمبازی خوابش میبره؟ به محبت سریال هندی خواب میشه؟ یا به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ و وقتی که سنتش پیش آمد الله متعال اونجا میگه ان الله ملائکته یصلون علی النبی، پیامبر شخصیتش که شخصیتی است که الله برش درود خوانده. و مسلمان اینجا امرایش اختلاف داره. سنت پیغمبر به مسجد معامله نکنید که اختلاف پیدا میشه. اختلاف میفهمی؟ اختلاف حرام است، سنت حلال است. پیامبر حرام آورد، فتنه ایجاد کرد، نعوذ بالله. این فتوای مسلمان ماست. و من یطیع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت کرد حقیقت در حقیقت مثل آن است که از الله اطاعت کرده. و من یتوله، کسی که رو گشتون پشت کرد به سنت رسول الله، بیزاری کرد از سنت رسول الله، مردم به واسطه سنت از مسجد کشید، تا پکت و زندانیش کرد و بندیش کرد. و من یطیع رسول فقط اطاع الله فمن یتوله فما ارسلناک علیه حافظا. ای پیامبر تو نفرستادیم برای ای از تو نیست و تو از این نیستی. این فتوای هر کسی که در برابر فتوا و سنت تو جنگانده، نبی از او همو است، با همو حشر میشه. آیا حقیقتا ما در توحید رسول الله را از مادر و پدر و بابا و اجداد و خویشاوندا بیشتر دوست داریم؟ آیا امروز با فتوای جناب دکتر صاحب زیاد عمل میشه یا با فتوای رسول الله؟ دکتر صاحب بگه شوری و چربی تندی نخور، کل مردم پریز میکنه واسطه کلسترول و شکر. اما ذلیل‌ترین شخصیت، پایین‌ترین شخصیت، بدترین اعمال امروز در زندگی مسلمان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نعوذ بالله. جوان ریش خود نگاه داره، فوراً تاپه یک گروه 10 ساله و 5 ساله و 20 ساله را سرش میزنه که این داعش آمد، این طالب آمد، این القاعده آمد. پیامبر یعنی شاگرد داعش، یعنی شاگرد طالب. شخصیت سیدنا ابوبکر رضی الله عنه در منبر مکه مکرمه خطبه ایراد کرد. مشرکین را از منبر تکدن، چوبش کردن، زدن، بوکس و لقت، الله اکبر بکش. دین جدید آوردن، مردم از رواج پدر و بابا جدا میکنن. چنان لطکوبش کردن که 3 شبانه روز کم و بیش
در حال بیهوشی به سر میبره. بعد از این که به هوش میآید، اول کلماتی که از زبان این صدیق اکبر بیرون میشه، نه آب طلب میکنه، نه غذا و نه مادر و نه پدر، اینطور میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم برایم بگوید که رسول الله در کدام حالت است. این محبتی صحابه است برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما هم رسول الله را دوست داریم خیلی زیاد. بر رهبر سیاسی و دینی و مذهبی ما توهین شه، 20 نفر خدا به کشته میدین، صدها مظاهر به بازارا میندازین که مرده باد و زنده باد، از یک شرابی از یک لادین دفاع کنین. اما برای رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین شه، پینک مام تروش نمیشه. برای ازبا و گروهای خود صدها لک دلار مصرف میکنین. برای سنت و منهج و بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم یک سیرت النبی 200 روپیه به خانه ما پیدا نمیشه. به این واسطه است که نام ما محمد و احمد و مصطفی و عبدالرحمن و نورالدین و شمس الدین و گلبدین است. به داخل محفل تفریح و دکان و تجارت و نظام سیاست و عروسی ما نیم کیلو دینم نیست، 50% دینم نیست. بیایید، امروز جمعه است، روز 100 نفر به این کشور کشته میشه. برای تسلیتشان برسته کنید که مردم به بند غرقه چی میخوره، مردم به سروبی چی میکنه، مردم به باغ ملت و تخت سفر هرات چی میکنه. این ملت همه قدر رسول الله را دوست داره که حتی برای ایای سنتش در خانه الله آماده نمیتونه. حتی به واسطه انگلیسی و کیمیا و فیزیک و بیولوژی 1 ساعت غیر حاضری نمیکنه. به واسطه محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله اکبر، الله اکبر. همینطور دوستی، همینطور ذلت، همونطور دوستی صحابه، همونطور عزت صحابه را کم برای ما و شما گفتن. ما و شما تاریخ اسلامی را نخواندین، سیرت خوب نخواندین. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، این صحابه با کمالات توحید و اتباع سنت به کجا رسیده بودن؟ از سرزمین مکه و مدینه تا مشرق و مغرب و شمال و جنوب و 56 کشور اسلامی یک مسلمان گدایگر و زکاتخور و مزدور نداشتن. کل زکات خود به دانشمندای یهودی و نصرانی و مجوسی میدادن. مسلمان ها زکاتخور و مزدور و مسکین نداشتن. چرا؟ صحابه توحید داشتن، اتباع سنت داشتن. دوم، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم به تکنولوژی معاصر وقت خود در کل دنیا اول بودن. کشتی مسلمان ها جور کرد، قایق مسلمان ها جور کرد، ساعت مسلمان ها جور کرد، اسباب طب و دکترین مسلمان ها اختراع کرد. غربی ها و شرقی ها و اینهایی که امروز دنایشون به سر مسلمان ها نظام میچلانه، اینها اسباب تکنولوژی و زراعی و وسایل نداشتن. اگر محتاج به یک کشتی و قایق میشدن، مجبور پیش مسلمان 1 ماه زاری و غلامی میکردن. کجا شد او تاریخ؟ حقیقت به تلویزیونای ما تو گپا یاد میشه، به منبر مسجد و حلقه درس ما یاد میشه، به عروسی و محفل و مجلس ما تو سخنا یاد میشه. این سخنا مثل مواد مخدر بر جرم است. سوم، همین صحابه به علم و دانش و تدریس و دعوت در 56 کشور روی زمین اول نمره بودن. در پانتونهای آمریکا و آسیا و لس آنجلس و لندن 90 تا شاگرد کافر بود، 10 تا شاگرد مسلمان. استادم از مسلمان، کتاب از مسلمان، نصاب از مسلمان. کفار نه کتاب داشتن، نه نصاب داشتن، نه استاد داشتن. کجا شد او زندگی؟ امروز الف ما الله نوشته باشه، با لندن مشوره میشه الله باید تبدیل به انار شه. جیم جهاد بود، جهاد تبدیل به جواری شه. هی حج بود، حج تبدیل به حلوا شه. هی تفنگ بود، تبدیل به تلویزیون شه. و ما دوستدار جامعه انسانی هستیم و مسلمان ها دوستای نادان ما و دشمنای دانای ما
روز شب میکنن و شب روز میکنن. وقتی که دوره دکترای خود ما در پانتون یوسف علیه السلام میخواندیم، یک دانشمند آمریکایی از ما پرسید ما چی واسطه در کشورهای اسلامی میریم؟ من گفتم دو حالت داره، یا فایده زیاد میکنیم یا احمق نهایت بلند درجه هستیم که مال تو، جان تو، خون تو همه میره بازم بی هدف باشی، یا نه که هدف داری. اول باید ما توحید را در جسم خود حاکم بسازیم برادر عزیز. چند فیصد حاکم است به جسم ما؟ هر کس خود حساب کنه. ما دین آمادیم، سخنرانی جور کردیم، نعوذ بالله گفتیم برو پیش منبر که اونجا امپیتری روشن میشه، تکبیر، الله اکبر، الله رسول زیاد دوست داره. محمد سید طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنسبة